جان لی تو مای بله بن ماشاءالله. سلام بیننده های محترم، سپاسگزارم از اینکه چینل جهانگردی با بهارک را انتخاب کردیم. من سید بهارک هستم در خدمت شما. اکنون ما در شهر دوشنبه هستیم، عزم داریم طرف افغانستان بریم. انشالله که از طریق شیرخان بندر داخل افغانستان خواهیم شد. سفر ما از شهر دوشنبه الی شیرخان بندر حدود 180 کیلومتر هست که در مدت 3 ساعت طی خواهیم کرد. البته که امیدوار هستیم یک سفری خوب داشته باشیم. از این طریق من هیچ وقت به افغانستان سفر نکرده بودم. البته که یک سالهایی بود از طریق شیرخان بندر وارد تاجیکستان شده بودم که بسیار سالهای گذشته است و البته تغییرات زیاد آمده و سفر ما اول تا شیرخان بندر هست. بعد از شیرخان بندر انشالله یک تاکسی را میگیریم میرم طرف قندوز الی بدخشان که مقصد اصلی ما شهر بدخشان است و ولایت بدخشان، شهر بهارک. ببینیم که چند ساعت طی خواهیم کرد و انشالله شما هم در ویدیو خواهیم دید که آب و هوا چطور است و راه و رو هم انشالله معلوم خواهد شد. دیگر دوستانی که تا به حال ما را سابسکرایب نکرده باشند لطفاً ما را حمایت کنین. برای حمایت شما ضرورت داریم. حمایت شما برای ما قوت می‌دهد که ما ویدیوهای تازه و بهتر و خوبتر به شما بسازیم. البته که ویدیوهای ما تنها به افغانستان نیست، ولی البته که ما ویدیوهای با ازبکستان هم داریم، تاجیکستان هم داریم و کشورهای دیگه هم انشاءالله در آینده سفر خواهیم کرد و بهترین ویدیوها را در خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. لطفاً با دوستان خویشاوندان ویدیو را سابسکرایب کنین. شما میتونید ما را هم در اینستاگرام بهارک underscore globetrotter ما را سابسکرایب کنین و در بهارک نقطه globetrotter هم میتونین که در تیک تاک ما را پیدا کنین و فالو کنین در اینجا و دوستانی که در فیسبوک هم هستن هم میتونن ما را همچنان پیدا کنن. دیگه دوستانی عزیز، این سفر ما یک سفر طولانی هست. یک سفری است که بیشتر از 10 ساعت طی خواهیم کرد و بسیار ویدیوهای خوبی را در راه گرفتیم. انشالله که به خدمت شما تقدیم کنیم. تشکر از اینکه تا این دم با ما هستین و لطفاً ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و حتما فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و به دوستان خویشاوندان خود ویدیو رو هم با آنها شریک بسازید. سپاسگزارم از اینکه ما را حمایت کردید. صبح صادق است که طرف شیرخان بندر.
نلی تو مای بله بن متوی د دنیا می گردون دل بن متوی د دنیا می گردون دل بن متوی همی راز دل بیچارم و گم اگر ناجر شنو میسپن متوی اگر ناجر شنو میسپن متوی مسافر درم خون بال پوزه درو دیدم جوانی تر و تازه درو دیدم جوانی تر و تازه امیر از دل بیچارم و گم دندون شیشفت مثل دانه خربوزه دندون شیشفت مثل دانه خربوزه یک نمبرک بودی چه ما میکنیم بازم شاباش هیچ سبای مقبول خیلی ستاره سبا چشمای دیده پیرونی گل نگار ده جانی دیده پیرونی گل نگار ده جانی دیده کدام خیاط باشه که جر بکنه پیشینه ده قد و اندامی دیده پیشینه ده قد و اندامی دیده اوکی فوق العاده شاباش یعنی اندوال کم در پولید بگیریم انشالله باز خودت معرفی که با بیننده ما علی گل یعقوب هستم از کجا هستی؟ از اول در کجا هستی؟ اول در تاجیکستان کجا میری؟ میرم طرفای وطن دیگه افغانستان میری؟ خب پیامت به بیننده ها چیست؟ از ما همی است که هر جای است کار باش خوب باشه انشالله اهمیتش خوب باشه و مواظب خود باشه همیشه کار کنه غریبی کنه در فکر زن و بچه و وطن خود باشه بله واقعا همینطور است حالی شما چقدر وقت در تاجیکستان بودین؟ تقریبا دو ماه کم یک سال خب چی میکردید تاجیکستان؟ من کارهای برنایی کارهای سنگ و چیزا سنگ تراشی میکردی یا؟ سنگ میشوندی و اصلا انترلاک میکردی کارهایی که دست روی همه چیزا روی زمین میشون ساختمان تعمیر استاد گلکار هم هست انترلاکینگ کار میکنه در شهر دوشنبه دیگه آدم ماهر است کاروبارش خوب است این یک هنرمند هم از صدای بسیار خوب داره از تشکر از آهنگ هزارکی که خواندی ممنونت انشالله که دوستا حتما ببینن با چینل ما چی گفته چی بکنن؟ چینل دوست ما رو سابسکرایب کنید چینل دوست است بله ما دوست هستیم تام دوست ما هستیم همه گیتان تشکر از وقت ممنون دوستان عزیز که دیدی شما یه رفیق ما در مسیر راه هر دوی ما میریم به خیر طرف وطن اینجا مسیر راهی دوشنبه چی هست قربان تیپه اونه حلقجار است از بغل حلقجار تیر شدیم طرف شیرخان بندر میریم امیدوار هستم که یک سفر خوب و بی خطر داشته باشیم ممنون تو مسافرم چه کنم نیست منزلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران او یا قربان مرا زیارت دلهای خستم. This is Afghanistan. The district Dasht-i Mawdan.
cab driver, taxi driver. Baran obode? Dre urze. Şah habare da. Ne habare? Buruna mana kang pat bora wawre na kaya. Buruna wawre. Ha? Wawre. Oh. Data. Oh, wawre da. Badakhshan. He's saying that it snows in Badakhshan as well as in the mountains around here. Probably you don't see because all covered by snows. So it's very wide. You can see that much. Now how do you see this way? That's Oman. Amongst Sheikh Oman. The water, it rained the other day for a couple of days, and the water was good for the air, for the environment, which people can save water. MashaAllah. Zardakora buji chand kadi? Buji 50 rupees. 50 rupees? 50 afghani. MashaAllah. Sakit. Ini zardak kalon dalsat bhi. Avira. Kalon şu. Ida. Have you ever seen so big carrots? This is the biggest carrot ever I have seen in my life. Wow, it's very good. چند کیلو زردک هست یا؟ 9 کیلو است. نه هم یک دانش. یک بوجیش 9 کیلو 8 کیلو است. 9 kilo, 8 kilo. The 8 kilos or 9 kilo costs just 50 cents. It's very cheap. You can't find it anywhere in the world. Very good. Okay, روزتون خوش رفقا. Okay, salam alaikum. Look, the carrots here. We are in Kunduz right now, the entrance of the city. اینجا کدام منطقه؟ کندوز چیه؟ سه طرف چی میگن؟ Besar negara tanah pemaksaan aja. Ini baru ini tadi gua masih gue ya, saya mereka. This is the entrance. دوست دارم قلب خود را خانه اندوه او را دوست دارم این وطن را دوست دارم سنگ او را کوه او را هر نیمی نفس و چنگ و چلاقم کردی هی با یک تبسم زیر شلاقم کردی دیدی که زی دست پا فتادم امروزه در محکمه عشق طلاقم کردی در محکمه عشق طلاقم کردی امشب دلی ما و تاری مویت بند است باران تبسمت مثال خنده است آن روزی که من به دور تو چرخی
سیاوشم قدیده وار خانه کنم شبغای دراز چرک چرک ناله کنم شب ناله کنم کسی بمی دادم نرسد خنجر بگیرم چاقو بگیرم خنجر بگیرم خنجر بگیرم پیش برباد پاره کنم جان پاره کنم خنجر بگیرم. Ladies and gentlemen, we just enter in Badakhshan. This is the district Kishan. دشمن بسرم ای مجروح شده است دست و پا و کمرم یگانه مرادی من از دربار خداه اندر سری تابوتم بیاید جیگرم بیاید جیگرم بیاید جیگرم واخان وطنم زمین شغنان وطنم عشقاشم نازنین و غاران وطنم من جان به جرم وردی والدوش زیبا که سر تا سر خود تایی بدخشان وطنم سر تا سر خود تایی بدخشان وطنم ای قیس وطنم فایی وطنم پنجشنبه وطنم سر تا سر خود تایی بدخشان وطنم ملک وطنم قادر وطنم سامی وطنم. Welcome to the province of Badakhshan and district Kishan. تو دست گلی زیبایی ار گلخانه ای من بلبلی نالیده ای هر ویرانه ای تو شمع و من گردی سرید پروانه